منم میگم منابع تو کافی نیست. خب بیا بریم دیگه. یه ویدیوی ساده است داداش، بی پدر بی ناموس جنده آدم ساده. وایسا ترنگین خب نمیتونم یه بار بطل برم یه دست بزنیم به کالاف بگیم ببین ما پادشاه حکیم حکرا نمیتونی ببری ببری برو عشق کن برو حالشو ببر. ما چی بگیم دیگه الان چه بگم من؟ خب چه بگم؟ اومدم یا خدا براتون برکت بده. هکر اومد تو بازیتون 100% خونه برمیدارم. FPS چه پایین اومد داداش. برو بالا خب یه لگه کوچولو داشت هم ویدیو گرفتم دیگه تقسیم نیست. خیلی لگی زدم لگی زد من دهانه تو رو سرویس کردم. چله با این که ویدیو میگیرم ولی FPS هم چله. داشت آیپد خوب نیست دیگه. ما پول نمیده خوب بخواه این آیپد معمولی هست. اون معمولی که شما دارید نه از این معمولی که ما داریم یا نه. چرا مشکل قخ داریم نه قخ داره میگم قخ نه قخ داره اینا قخ داره آها تمام FPS اینو به بنازم بی پدر مگر من FPS هم 80 واسه وقت داره شما دیونه. من الان چی بگم؟ خوش بگم خورماده خوش بگم چی کار کنم بداش ببین FPS رو بی خیال پینگم و یه لحظه ببین پینگو احساس کن خط بکشم. ببین پینگم و ببین پینگ نه بپرم تا آخر ویدیو صبر کن. رمز داره رمزشم تو چونت رمز داره رمزشو میگم فقط کامنت بد نزد داداش بی خیال دیگه داداش بهترین چیز دیگه داداش همه تونو من سرویس کردم همه تونو این کار کرد بدونه از اینا بدونه دیگه اگه شادگان باشید دانه همه تونو صاف کنن. تو رو خوش کنم وضعیت شادگان من همش میخواستم HS بیاد. این HS وضعیتمون خرابه دیگه. وضعیت لوتمون خوبه بد نیست ولی اسکوب وایسا الان میره بالا برو بالا ولی اسکوب میگیرم دیدین خیلی بده که وقتی اسکوب جات میگیرید به FPS اون پخمالی میکنه. تخمالی فکر کن تخم میاد تو کاسه داغ میگیره یا املت میگیره املت همو هستن اومدین کالا کنیم. من ریدم به شانسی که من دارم یه لوت یه انیمی هیچ یعنی من کوفته چی FPS هم خوبه وقتی فایت چه FPS هم باید خوب میشه بهترم میشه ها وقتی فایت چه واسه همون خیال باش داشت گوشیت باید خوب باشه که اینو از الان گفتم گوشیتون خوب نیست به درد شما نمیخوره یک کمی باید خوب باشه دیگه حداقل بایدش نمیم چه انگید باشه چی خط چی داداش خطه رو من کجام یو باید این بلک مارکت میرفتم کاش بیم صدا هلیکوپتر ندارم خودم آفش کردم به تو چه
آخر ویدیو ساب کنده داشت بایست هدشات میزنی تو پابجی باورتون میشه؟ این کی هلیکوپتر برداشته؟ کجا این میری؟ گوزو تانو میکنم هم پیدا کنم بوبو نه بوبو آرپیچی ده دنبال من نه دیگه نه کنم بکشه از این شانس بیناموس شانس تو من بایده تو خون تو کنی شانست مشکل اینجا نه برو چی خوردی داداش کن ویدیو شده رفتم بعد زدم دیگه نداشت ما بروکن نیستیم اونجور بزنیم ولی خب یه شات معمولی تونستیم بزنیم که بروکن 1000 کسی زده میگه چرا اشتباه میزنید داداش نگاه مشکل تو آپدیت جدید نمیم گول شده سنس هم رفته یه سنس خوب اومده دستم نگاه اصلا نمیره بالا نگاه این سنس هم کالاف هم خوش میده کالاف هم خوش میده اگه به من سنس خوب نده هر سیزن یه سنس خوب میده الان وایسا کجایی داداش گل کجایی تو میخوام هز آها من با گان از اینجا میزنم برو دیگه حوصله‌مون سر برد بد خوب تو اسکوپ منو نگاه من با این اسکوپ میزنم این اسکوپ هم یه جوریه نگاه زوم تره من خار این اسکوپ تو بایدم بیناموس من نمیخوام این اسکوپو چند دقیقه شد ویدیو 7 دقیقه شد اما من برم کالاف یعنی بیرون برم واسه توضیح بدم خب نه میری جلو میزنی دیگه چه اشکالی داره برو جلو بزن فقط لایک بکن به ماشه فقط این که ماشین نیست این که ماشین بود ولی خب سوس ماسک جون با دختر این کارو بکن به به نازم ما که رفتیم یه جوری این سرعت واسم میده شما نمیدونید برداریدش چی بود چیز ها بچه ها کیرم بخواست زند من کیرم بخواست زندتون برا کنش بابا بیناموس جنده حروم زاده ببین خارتو گایدم اینو دانلود میکنی و خارتو گایده میکنی بعد میگی کیران تو کس زن بیناموس بلدین دیگه خدا نگهدار بدرود تا ماشالله همشون ریده بیناموسا کیران تو نسل رویدم ببین دیگه بسته نمیخوامش چی بریم چجوری کنم کالافو حذف کنم آره حذفت کردم اینا آف کنم نه بیناموس نمیره یه لحظه باش آها اصلا ها ویدیو باید ببینم خوبه دیگه خارکوز اگه میگی خوب نیست خارتو من میگم خب تا ویدیوی بعد از اینا کپی کردم خدا نیست